سرخط خبرها بیش از 112,000 اویله کمبیزوات کمکی یک دفعه نگرفتند. کشته شدن یک زاده بدخشان در جنگ اوکراین و با قانون بحث برانگیز روسیه چی نظر دارید؟ روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز جمعه 13 دکبر. با اطلاع اگنتی آب و هواشناسی تاجیکستان شروع از امروز تا 16 دکبر در قلمرو جمهوری هوای تغییر یافته بوده. روزهای 15 و 16 دکبر برف و باران در نظر است. حرارت در تاجیکستان مخصوصا در منطقه های کوهی پست گردیده سردی شدید پیش بینی شده است. با سبب بارش برف در راههای منطقه های کوهی جمهوری یخبندی پیشگویی شده است. از آغاز سال به بیش از 112,000 اویله های کمبیزوات در تاجیکستان به مبلغ 67,613,400 سومونی کمک یک وقته رسانده شده است. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی با نشر این معلومات گفت به گروه های گوناگون اویله های کمبیزوات در حجم 600 سومونی کمک یک وقته سپرده شده است. این مبلغ ها در دایره لایحه نوسازی حفظ اجتماعی و همگرایی اقتصادی داده شده است که توسط گرانت بین المللی مبلغ گذاری می شود. کمک پول اساساً به شخصانی داده شده است که در روی خط شخصان کمبیزوات جماعت ها نامشان ثبت گردیده است، هرچند نه همه شخصان کمبیزوات به گفته خودشان می توانند در این روی خط ثبت نام شوند. سازشنامه برای این لایحه با اساسیاسیون بین المللی رشد با مبلغ 35 میلیون دلار ماه ایون سال 2023 به امضا رسیده بود. جسد یک زاده شهر خروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان را که در جنگ روسیه علیه اوکراین کشته شده است روز 12 دکبر از مسکو به تاجیکستان فرستادند. فیض‌الله بادوروف 40 سال داشت. شخصانی نزدیک با او گفتند که بادوروف از طرف مقامات روسیه و با شرط تسلیم نشدنش به تاجیکستان به جنگ ضد اوکراین برده شده بود. یکی از آنها که به دلیل امنیتی نامش فاش نمی شود گفت بادوروف در تاجیکستان با اتهام تندگرایی با استفاده از اینترنت تحت پیگرد قرار داشت. فیض‌الله بادوروف صاحب یک فرزند بوده. طی سالهای اخیر در مسکو میزیست. هفته گذشته جسد یک زاده دیگری خروغ با نام فرید خیرالله‌بیکوف از میدان جنگ در اوکراین به مسکو آورده شده است. سببی به جنگ بردن او یا رفتن وی معلوم نیست. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسم بیشتر از 100 نفر آنها پس از فوت یا در اسارت در اوکراین رسانه‌ای شده است. دومای دولتی روسیه قانون بحث برانگیز را قبول کرد که تحصیل فرزندان مهاجران را در مکتب‌های روسیه منع می‌کند. در این باره ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روز 11 دکبر در تلگرام کانال خود خبر داد. اجرای قانون نو باید از اول ماه اپریل سال آینده سر شود. بر اساس آن فرزندان مهاجران بدون دانستن زبان روسی به مکتب‌ها پذیرفته نمی‌شوند. رادیو زادی این بار از ساکنان در خیابان‌های دوشنبه پرسید که نظر آنها به این قانون چیست. پاسخ را یک جا می‌بینیم. باید خیلی شوا خیلی همه فرزندان به سواد میمونند آخه. نمیرنگی ما میشن با مهاجرت با فرزندان ما میره آخه. او باید یا تشکیلات بکنن که این فرزندان ما را زبان خمان قطعی اقلان یاد بتن. ایقا تاجیکی، ایقا روسی، فرام انگلیسی، نیمیسی فرق نداره چی زبان ما میاد تشکیل کنن که همونجا در شوا. همین ما را مثال فرزندان ما را ساز نگاه کرده شوا ایرا. مکتب برای چیه؟ برای چی نمی بخونن زبان روسی را که یاد گیرن با برام نمیشه زبان روسی را. همین قیندی ما ایری چیمون ایری همین به سعودیمون همین حالت دقیق است. خیلی خدا داده همه جای ما را. ما چیکار کنیم بخونیم؟ خوندن در کره که خوندن خون باز هم خون میگن. یعنی که پیش از اون که به روسیه میرن فرزندان تیاری کنش نه این آواز قانون برای که کلام زبان روسی را نمیفهمه ابرا نمیگردونه. مقصد این اکثریت ما همین ما خدمت میدونیم که همین ایرپورت میریم همین 10 تایمو کو 9 تا همین زبان روسی را نمیدونه. رنگ گنگ بوری نگاه کردم میش. همین کلانوشم نیتون که فرزند همین کلانوشم نمیدونن زبان روسی را. همینجا یاد گیرن زبان روسی را با مرحمت روسیه برام. با فرزندامون میبریم که میسال شوا میکرو و ببینم همین خانه پروتفی همین کاریم فرزندای ما هم خاصه با همین خاطی ما میخوایم که فرزندای ما همونجا آموزان فعال گیرن هم کار خدمتی هم وطن هم ایسو هم شوان هم خاصه کجون با تجربه بتیان ما بخونن یاد بگیرن دیدمشون بیشتر میره مستحکم میشه مفکورشون همه طرفه زور میشن خیلی ندونی زبان چی میرین روسیه هم خاصه برای من خودم که روسیه میگردم
میدونم که مثال نمیدوننده مثال ازبک‌ها میدونم تاجیک‌ها میدونم نمیدونن روسیه برای اول خوبش همه جا یاد گیرم بعد روم با این دیگر میشه مشکلی همین که در همجا آموختن در کراخی در هم داخل جمهوری در مکتب‌های تمام مؤسسات تعلیمی در همینجا بسیارتر نسبت به همین زبان بسیارتر اهمیت بزرگ وایتیانده اهمیت کلان دادن در کرد از همین جهت که اهمیت نمیدن با هم خاطر مثال میگیریم همین هستن همین حاضر مثلا شخصای کلان سال هم هست که در زبان روسیه نمیدونن یک کلمه عادی نمیتونن من خودم در اسیا بودم بسیار شاهد کنم خیلی تاثیر میرسونه فرزندو به علم میمونن و یک وقت ساختاری میگن که دولتداری خچو میدونن مسکمو چی گفتن نمیتونی چه صادق میگن کوخی صادق داوی جا خونه دا باید همین یاد بگیرن کوخی ولی شرایط همین تعلیم و تدریس زباندانی و زبان روسی در مکتباش مشکل با میتین خب آدم میگه بخونم همه شرایط هست همین حکومت ما همه شرایط که اگه در باغچه هم در همه جا هست نه که نمیخونه نمیکارگیش نمیکنه میخوندگیش میخونه سنت کنم کجا با من خدمت نکردم همین کنجی همین تاجیکستان قشلاقش با میرفتم وقتی سیوز با بچه ها روسی گپ میزدن حاضر شهر با همین وای با استالیت با پایتخت با گپ زدن نمیتونم معلم من با روسی تاجیکی گپ زدن من نمیدونم میدونید با تکرار میکنم زباندانی جهاندانی 「شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش حزب ممنوع در تاجیکستان مسئولیت حمله و کشتن یک منصبدار بلندپایه حکومت طالبان را در افغانستان به دوش گرفت. خبرگزاری فرانس پرس و DPA آلمان به نقل از شبکه‌های وابسته به داعش نوشتند که حمله را یک بمبگذار مرگ طلب انجام داده است. خلیل الرحمن حقانی وزیر مهاجرین در حکومت طالبان روز 11 دکبر در حمله در جای کارش در کابل کشته شد. وی برادر جلالالدین حقانی مؤسس شبکه حقانی و عمک سراج‌الدین حقانی وزیر کارهای داخلی طالبان است. امریکا سال 2011 برای معلومات درباره خلیل الرحمن حقانی 5 میلیون دلار جایزه اعلام کرده بود. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم که از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 13 دکبر سال 2017 با قرار بحث برانگیز مقامات روسیه کرامت شریفوف حامی حقوق مهاجران تاجیک در این کشور از شهروندی روسیه محروم و به تاجیکستان دپورت شد. در جریان کارش برای حمایت مهاجران او بارها با مقامات روسیه وارد اختلاف شده بود. بسیاری ها اخراج او را یک عمل سیاسی و توطئه مقامات روس و تاجیک برای از میدان کار بیرون راندن این فعال حقوق مهاجران دانستند. کرامت شریفوف 9 می سال 2020 در تاجیکستان در پی بیماری دل درگذشت. 13 دکبر سال 1936 شاهزاده کریم آقاخان رهبری اسماعیلیان جهان تولد شده است. در تاجیکستان بیش از 200,000 پیرو مذهبی اسماعیلی زندگی می کنند و بخش اعظم آنها در ولایت بدخشان هستند. مولود امام حاضر آقاخان 4 که توسط برنامه آقاخان در تاجیکستان در رشد معارف و طرح‌های اجتماعی کاری زیادی کرده است، هر سال با برگزاری برنامه‌های مختلف تجلیل می شود. برخی منبع‌های تاریخی میگویند 13 دکبر سال 1826 احمدی دانش یکی از اندیشمندان و ادیبان پیشرفته قرن 19 تولد شده است. اسم او در تاریخ ادبیات و سیاست به حیث معارف پرور و اصلاحات طلب در امارت بخارا یاد می شود که در پی تحقیق و تجربه کار و زندگی به خلاصه آمد که نظام موجوده و برخورد آن به علم و معارف و سیاست باید دیگر شود. از کمترین دانندگان زبان روسی در دور خود با سفرنامه‌هایش از روسیه و انقلاب فکری معروف است. صبح امروز بانک ملی 1000 روبل روسی را به 105 سومانی، 100 یورو به 1148 سومانی و 100 دلار را به 1093 سومانی مقرر کرده است.
بیننده های عزیز، این آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته روان بود. برایتان این صورت خوب آرزو مندم. خدا نگهدار.